فرهاد چند سال در روسیه کار و زندگی کرده است. از بس که تابستان امسال پایش شکست برای معالجه به تاجیکستان برگشت، ماه سپتامبر دیگر باره به مسکو رفت. باور داشت که به او کسی کاردار نمی شود چون سندهایش درست بود، اما خطا کرد چون بعد ورود به فرودگاه مشکلات سر شد. در پاسپورت کنترل با ما سوال کردند چرا شما با گراجانسا نسپردید؟ ما وید نجیتنسا داشت. هفتم های وقت نبود. بعدی گفتند در پالینی در پروس بودید. ششتیم جداد کردیم همه را گردوندند. چی گراجانس و بی گراجانس و همه را. با پراویر کشید. بودن رنگی پالاتکا و کشیدن کابینت دوجا پراویر که سوال جواب تلفن هایی میگیرن میکنن کدوش کوچا بوی می یوتیوب داری چی داری میدونن چون نگاه مینن. با گفته فرهاد اول مرزبانان تلفن را جستجو میکنند و اگر یگان مواد شبهه برانگیز یافتند به کارمندان فیسبی میسپاریدند. عین کار با او شده است. مرزبانان معلوم کردند که فرهاد در یوتیوب ویدیوهای جنگی در چچنستان در سالهای 90 را تماشا کرده است. بعداً با ماموران امنیتی گپ زدند و به قبل فرهاد بسیار دغل بودند و میپرسیدند که چرا تو روس‌ها را دوست نمی‌داری و می‌خواهی آنها را بکشی. ما را به همین بهانه مقصد تعمیر تماشا کرده تا گردوندند. ما باید ندارم تماشا کرده نیستم خیلی درباره جنگ‌های سال پیش چچنیا. با گفته فرهاد با همین بهانه و برای ویدیویی که ندیده است او را از روسیه راندند، ده ها مهاجر دیگر را هم مثل او از راه برگرداندند. یک زن را برای مهرهای ورود به ترکیه در شناسنامه‌اش به مسکو راه ندادند و یک نوجوان 18 ساله را برای تلفنش که از قدیمه ها بوده است. همه توجیکا بودن، ای ازبکستان هم ریس توجیکا گردونده بودن. ای ارمنیا گرانیسا пересека کرده توجیکا گردونده بود. اوجا فریبش کردن که مثلا там билет бирим мо роид менем Узбекистон. Ай билет гириф рейс Узбекистон парид роиш накард. 2 соат парвоз мера, короче намемонаш. Меқавам самолёт мепара билет сух. Короче 3 рӯз буд, чанд рӯз? 70000 расход кард. فرهاد حالا در یک از مغازه‌ها در دوشنبه پاسبانی می‌کند. میگوید مزد کارش برای تامین عائله کافی نیست و می‌خواهد دیگر باره به روسیه برگردد. 2 ساعت معاشی بودای وقت از اون ساعت تکمیل است. اوجا مقصد اولی کم ای ساعت بولو میگیریم. نیاد دورم پرای کمینه از 3 ماه پاس. با گفته وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان تنها 6 ماه امسال 17,000 شهروند کشور را از روسیه بیرون کردند که در مقایسه با تمام سال 2023 6,000 نفر زیاد است. بعد این همه خود مهاجرت به روسیه از تاجیکستان کم شده است.